إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله واصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم رحمه الله. حضار عزیز و ارجمند، به ارتباط موضوع جمعه گذشته که نسبت تحقیر کردن به علما بسیار امر زهراگین است، موضوع ما باقی مانده بود که چه قسم نصیحت برای اون علما شده میتونه. اگر یک عالم خطا میکنه، آیا خطای از او را ما رد نمی کنیم یا در مقابل خطای از او چیزی تصمیم نمی گیریم؟ از او خاطر قبلا ای گپا را گفتیم که حتی انسان توسط زبان در جهنم سرنگون میشه، توسط یک کلمه ای که تو ایج او را قابل گرانی و ثقل نمیدانی، لیکن او سبب افتادن در جهنم میشه. از او خاطر است انسان مطلق زبان خود کنترل بکنه و حفاظت بکنه. اگر زبان انسان حفاظت بکنه یقینا انسان کامیاب است. از امو خاطر پیغمبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث می فرماید که من زمین ما بین لحیه و ما بین رجلیه ازمن له الجنه. کسی که ضمانت میکنه در بین دو فک خود که کدام چیزی هست، یعنی زبانه، ایره کنترل میکنه، ایره برم ضمانت میکنه و حفاظت فرج خود میکنه، یعنی حفاظت شرمگاه خود میکنه از اینکه نعوذ بالله در ناروا و حرام استعمال شوه، ما برش ضمانت جنت میدم. یقینا هم وقتی در حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم آدم نظر میکنه، تمام هلاکت هایی که برای انسان پیش میشه از نگاه زبان خود انسان است. اگر انسان در کفر داخل میشه به خاطر امی زبان است. اگر انسان نعوذ بالله بد اخلاق معرفی میشه به خاطر ازی زبان است. یعنی زبان رول مهم داره در ای که مرتبه انسان بالا ببره یا پایین بیاره، یک انسان در مرتبه عظمت برسانه و یک انسان در چای هلاکت بندازه. از او خاطر است هر مسلمان باید حفاظت زبان خود بکنه، به خاطر ازی که این زبان است که انسان در موضع هلاکت هم میبره. ولیکن اگر امی زبانه به ذکر الله سبحانه و تعالی، به امر بالمعروف و نهی عن المنکر، به دعوت به سوی الله سبحانه و تعالی عادت کردی، مرتبه تو را به اعلای علین هم میبره. از او خاطر است که هر مؤمن باید پابند ازی باشه. سخنی که وقتی از دهن ما میبره قبل سنجش بکنیم که سخن ما چی نتیجه داره، از کدام منبع گفته شده، آیا سند داره یا نداره. از او خاطر انسان باید بسیار دقیق باشه. و چطور شده میتونه که در حق او طایفه که الله سبحانه و تعالی شاهدی میده که انما یخشى الله من عباده العلماء، کسی که زیاد میترسه از الله سبحانه و تعالی و خشیت الله در قلبش موجود است، او علما میباشه. شده میتونه که علما نعوذ بالله آخرت خود به عرض دنیا بفروشه. البته نمیگیم که کل علما معصوم است، شده میتونه پیدا بشه علمایی که نعوذ بالله و آله دست ستمگرا و ظالما و نعوذ بالله ملحدین قرار میگیره، ولی در حقیقت او عالم نیسته. فکر ما باید باشه. با تأسف که ما در وطن خود بلکه در جهان یک معیار برای شناختن عالم نداریم، بلکه معیار شناختن عالمی ما هر کسی که لنگی سفید بسته کرد و هر کسی که دعوا کرد که پیش در نماز 2 رکعت نماز داد. در وطن ما و شما کسی که 2 رکعت نماز داده میتونه، او را مردم مولوی صاحب میگه، او را مردم عالم میگه، در حالی که بیچاره حتی خود مفهوم ایمان نمیدانه، مفهوم اسلام نمیدانه. اگر از پیش سوال بکنید دین برام تشریح کو، دین تشریح کرده نمیتونه. اما در پیش ما و شما مولوی صاحب است. علت چی است؟
معیار نیسته. و اینجا در وطن ما و شما عادت به ایجاری شده که فقط در نماز تنها مولا پیش شده میتونه و دیگه کس نمیتونه، در حالی که در نماز هر کس پیش شده میتونه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم 2 نفر پیشش آمده، وقتی که پس میره و رخصت میشه، پیغمبر علیه السلام برش میگه فلی امکما اقرأکما، برای شما امامت بکنه هر کدامتان که خیلی قاری است. در 2 نفر عوام، یکیش خب الحمدلله را درست یاد داره، خب قرائت میکنه از دیگهش کده، و یکیش امام میشه. در عربستان اگه از بروی اونجا اینطور نیسته، تو استاد میباشی نماز خود نمیفهمی که در پشت سر اقتدا بسته شد، فکر میکنی که چرا؟ علتش است که اینجا تقدیم در سوی نماز این معیار برای عالم بودن نیست. افسوس است که ما در مورد دکترها تحقیق داریم، سنجش داریم، تلاش داریم که کدام دکتر خیلی تجربهش قوی است، تحصیلاتش خیلی عالی است، چقدر معلومات کافی داره. از او خاطر مراجعه علاج جسمی خود به پیش دکتری خوب میکنیم، ولو که پولی ما مصرف شود، ولو که وقت ما ضایع شود، ولو که سالا خوب تکلیف هم ببینیم. امروز بری در سر سفارت هند نوبت نیست، در سر سفارت پاکستان نوبت نیست. علتش چی است؟ مریض ما از اینجا در اینمی زمستان مریض با مد تکالیف در پاکستان میرسانیم برای دکتر، به خاطر از اینکه علاج درست شود. اونجا دکتری درست وجود داره، اونجا تقلب کاری نیست، دوا به استاندارد خود موجود است. اما در وقتی که علاج دینی خود میکنیم، علاج آخرتی خود میکنیم، علاج عقیده که فقط برای مرا هم در جهنم رسانده میتونه و هم در جنت، در اینجا باز پیش ما معیار عالم نیست. هر کسی که نونگی سفید داره، من از یک مولا سوال کردم اینطور برام گفته، و مولا چقدر خوانده بود، در قریه تو بود، تو در پیش روی تو زندگی خود تیر کرده بود، زمستان پیش مولا صاحب رفته، یا خلاصه کیدانی را یا یک کتاب فقه را خوانده، خلاص مولوی شده نتانسته، آیت قرآن نمیدانه، او از اصل دین و از واقعیت های دین خبر نداره. بسیار مشکلاتی که در جامعه ما جور شده امی است. امیالی برو شما در مساجد به الله قسم ثبت شود تقریرا که علما میکنه در مساجد، بعد از او به او کسایی که خب تحلیل کرده میتونه، خب معلوماتی کافی در دین داره که چقدر علما موافق دین گپ زده و چقدر علما مخالف دین از امی سر منبر گپ زده. خب به نام عالم است، به نام عالم مشهور است، بلکه نه چیزی واهی برش بگو فقط اشکی تا یک کمی بریزان خلاص دیگه، بهترین عالم توستی، ما را گریاناند. عجیب است در بعض مجالس نوحگری که شما میبینید کسایی هستن یک کمی مظلومیت های یک طایفه و یک قوم و یک شخص بیان بکنه کلگی گریان میکنه. خیر دیگه، خب ملای زناست، در وقتی که مرده میشه مرثیه خوانی مرده را میکنه کلگی را گریان میاره، او ملاست. در وطن ما با تأسف هیچ معیاری قرار نداره که ما علم کی را بگوییم، در کجا تحصیل کرده، چه نوع تحصیل کرده، تجربه شده در پیش مردم. ما قبلا هم براتون گفتیم به الله قسم در مورد دین خود سخت مسئول هستیم، ما بسیار مسئول، ولی دین ما از کجا درست میشه، عقیده ما اندیشه ما از کجا درست میشه. یگانه چیزی که دنیا نمیتونه ایره من بسازه امی منبری مسجد است و امی مسجد است. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای تصحیح عقیده صحابه کرام پوهنتون نساخته، متخصصی استاد عقیده را جور نکرده. مسجد مرکز تعلیم عقیده، تعلیم جهاد، تعلیم اقتصاد، تعلیم تجارت، تعلیم سیاست گردانیده، امی مساجد است. اونجا در او زمان کسی که امام در مسجد بود او حاکم وقتان بود، او پاچان بود، او تدبیر امور مردم هم میکرد، او اصلاح امور مردم هم میکرد، او فتوا میداد، او حکم هم میکرد، او فیصله هم میکرد، او معلومات هم داشت. اما امروز در مساجد ما کسایی قرار داره، شما باور به الله سبحانه و تعالی بکنی، بری سوره فاتحه را برش بگو که برام ترجمه کو، تفسیر کو که چی معنا و مفهوم داره، میتونه؟ معلومات داره؟ مشکل ما همیست ما ملت، ما امیالی شاید اینطور علما فعلا امامت نداشته باشه که در سطح کابل اول نمره باشه، علمیتشان واقعا از همگی که در پیشتاز باشه، اما امام نیست. چرا امام نیست؟ او میخواد یک مسجد سنت رسول الله را زنده کنه
با مجرد زنده کردن یک سنت رسول الله او عالم بازده مسجد نیست، ولو که دکترا داره، ولو که کلگی بشناسشه. لیکن در مساجد ما ملاهای قرار داره که به جز از اینکه نعوذ بالله بدعت ها را رواج بده، مردم به شرک دعوت بده، مردم به بدعت دعوت بده، مردم به قومگرایی و تنظیمگرایی دعوت بده، مردم نعوذ بالله به دموکراسی دعوت بده، دیگه کسی نیست. علتش کیست؟ گناه از این سر کیست؟ ملت ها خدا فکر نکنه هر وقت ملامتی را سر ملا مندازه، ولی از دست ملا تو ملای درست نگرفته ای. تو یک عالمی ورزیده را در مسجدت بگی که واقعا با قرآن آشنایی داشته باشه، واقعا حدیث رسول الله را یاد داشته باشه، که بعد از تو بدانی که دین چی است، اولادت چی را فرا گرفته، تو خودت چقدر معلومات داری. الله اکبر. ما ترجمه اولی خود در شاه منصور کرده. در پاکستان 2 جای ترجمه، در صوبه سرحد 2 جای ترجمه خیلی مشهور بود در اون زمان، یکی شیخ پنجشیر و یکی شیخ شاه منصور رحمت الله علیهما، الله برشان جنتا نصیب بکنه. ما در یک مسجد دیره بودم، در مسجد جای نبود، برآمدم بستری خود کشیدم، صندوقم داشتم، روی بروی دروازه مسجد دکانداری که محضی امی چی میگه برش، امی سودای تفلکا و اینمی گپارا بفروشه، یعنی کل سودایش 5000 افغانی نشوه. برای ازی گفتم که بیادرکم من امی بستره و امی صندوق خود ایجا پیشی تو میمانم، میرم کدام جای برای خود مسجد طلب میکنم. گفت چرا؟ من گفتم اینجا درس میخوانم، خو اینجا جای نیست، من میرم کدام جای مسجد طلب بکنم. گفت خو بچگه که تقریبا اینی قدر بود، داخل خانه شد، اتاقه که خورد دوا برش بیتک میگه، آمد کلی را برای ما داد، گفتی را واس کو، بستری مرم خودش گرفت، دستی چپرکت آورد، دستی چی را آورد، پکی زمینی را، گفتم اینجا جایت است. ما برش گفتم که الله برات اجر بده بیادرکم، من اینجا تقریبا 9 ماه درس میخوانم، یک شو یک چاش نیست که تو برای من گفتی اینی جایت است. من بسیار تعجب کردم. تعجب به این خاطر کردم که خب بچگک از پدری ازی مادری ازی خبر شوه مرا جای داده و کل عمر بری من نان بده چای بده، این چی رقم شده میتونه؟ ما به اولاد خود نان و چای داده نمیتونیم. پدرای ریش سفیدی ما، مادرای پیچ سفیدی ما، به الله قسم در خدمتش رسیده نمیتونیم، چای نان به وقت داده نمیتونیم، بلکه سر ما گرنگی میکنه. من یک آدم بیگانه، یک طالب افغانی در بیته که از این تمام روز، من برش گفتم که بیادرکم الله برای تو اجر بده، خیر است، تو اینجا بان از این که قطی خود گشتانده نمیتونم، من میرم یک جای مسجد میگیرم، باز پس میم اینا میبرم. گفت تو میشه اینجا باش، باز خیر است، بار خطا نشو. خب من نشستم، بیگاه برادری کلانش آمد برای من میگه که مولوی صاحب تو چی میکنی؟ من گفتم من اینجا درس میخوانم، خب اینجا در مسجد جای نیست. گفت اینی بیتک جایت است، یکی از اعضای فامیلی ما توستی، چیزی که ما میخوریم برای توم داده میتونیم، از تو کده زاید خود تو طلب نمیکنی؟ من گفتم نه چرا؟ چیزی که به الله قسم در خانه خود قدر نیافته، در پیش پدر و مادر که او قدر برای ما داده، ولی سیاسر آمده از پیشم سوال میکنه در مورد ترجمه، بند شدم، نتونستم جواب داده. چرا؟ 40 سال در این مساجد 40 سال از لاسپیکر ترجمه قرآن کریم میشد، زنا مکمل ترجمه را یاد داشت، سوالای باریک و دقیق یاد داشت. 40 سال اگر این لاسپیکری با 40 سال سیاسرم خام مسئله دین میشنوه و میفهمه میدانه، ولی ما کسی که قرآن ترجمه کنه وهابی است و کسی که قرآن ترجمه کنه و کافر است. همینطور فتوا را در مجالس علمای ما داده. خیر شما بگوی که مسئولیت ما ادا شده، تکمیل شد. هر مولایی که در مسجد، من در هر کار دارم، در هر کار دیگه قومی کار دارم، خدا مولا گرفتن و عالم گرفتن مسجد سر و کاری ندارم. کدامی را آورده ولی خبر ندارم کدام مولا است. خب صدا خدا را،
خب صدا داره دیگه پشتیش نمیگردیم. صدا چی رقمی داره؟ قرآن درست میخونه یعنی که مرد مطلق صدا خوش آوازی را یاد گرفته؟ کدام است؟ علما گرفتیم راستی تا نبگوی. در مساجدتان چند وقت درس داره؟ کدام وقت درس تفسیر است؟ کدام وقت درس حدیث است؟ کدام وقت درس سیرت است؟ کدام وقت یک مجلس عمومی است به اهل محله اعلان شود گفته شود که این بگاه بیا سر یک موضوع بحث داریم، در این روزها فلانی موضوع خیلی گرم شده، ما چی تصامیمی داشته باشیم؟ دشمن میخواه این ملت ها را بجنگانه، این ملت ها را نگذاره، این مراکز امن تهدید کنه، به مردم بهانه جور شود که ما دیگه در مسجد نمیریم انفجار میشه. چه تصمیم بگیریم؟ حفاظت این مسجد سر ما و شما ضرور و فرض است. چه قسم میگیریم؟ تصمیم داریم. در مجموعه از حکومت گرفته تا ملت در موضوعی که تعلق به دین داره کسی خود مربوط نمیسازه، کسی خود مربوط نمیسازه به خاطر ارتقای دین، اما به خاطر تخریب دین کلگی آماده است. آلی اگر گفته شود که در فلان مسجد فلانی مولوی وهابی است، با سعی میکنی که این بگوی از او قریه دور نفر آمده، ملک او قریه آمده اینجا قطعی یک جای شده و پیش تو مجلس میگیره که اینطور کار بکنی. در رمضان مبارک ترجمه قرآن داشتیم، 15 نفر ریش سفید از قلعه کاشف پیش ما آمده که قرآن ترجمه را بند کو. من برشان گفتم که افسوس است در اینجا بسیار تویا میشه تا 2 بجه شوه تا 3 بجه شوه دول زده میشه، یک کیرم در خو نمیمانه. شما را به الله قسم یک دفعه لا اقل گفتی کمی درست نیست؟ قمارباز خو زیاد داریم، کوچگش زیاد داریم، تریاکی زیاد داریم، لوبالی زیاد داریم. دزدا کسی وقتر بر آمدن نمیتونه، خفتن کسی پسانتر آمدن نمیتونه، در کوچه دزد میزنشه. او جناب آجی صاحب، ملک صاحب، مولوی صاحب، شما کدام تصمیم گرفتید این مورد؟ یک شکایت حتی به حکومت کرده ولی برای بند کردن قرآن او مشرکینی که نعوذ بالله در مکه رسول الله را بند میکرد، عمل تو و او مشرک چی فرق داره؟ بگو برام. او میگفت که قرآن شنیده نشوه و تو میگی قرآن شنیده نشوه. امروز امی برنامه به میگه پس امی برنامه ها که شروع است فقط و فقط برای بند کردن قرآن و حدیث است. یقین به الله بکنه اگر دیگه هیچ کار باشه مردم رجوع به قرآن و حدیث میکنه، لیکن دسایس جور میشه که نه مردم نزدیک به قرآن و حدیث نشوه، اصل دین باز میفهمه. یک دینی رسمکی را یاد داشته باشه خلاص به نام دین، کلش مزخرفات، کلش رواجای کبرشکن، کلش رسمای بیهوده، از مرده ما گرفته تا زنده ما، کدامش مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است؟ فقط اینه دین بگویم خیر و خلاص. نه دوست بشناسیم نه دشمنه، نه یهود بشناسیم نه نصارا، نه ملحد بشناسیم نه بیدینه، نه بدعت بشناسیم نه سنت، نه توحید بشناسیم نه شرک. نمیخوایم، اراده نداریم، تصمیم نداریم، در عمر تصمیم نگرفتیم. این مسئولیت داریم. مسجد مسئولیت است. عالم باشه، عالم دکتری واقعی باشه، علاج روحی ما را بکنه، علاج عقیده ما را بکنه، علاج عمل ما را بکنه، نماز ما را درست کنه، رفتار ما را درست کنه، اخلاق ما را درست کنه، اولادم اولاد باشه. داریم کدام برنامه؟ تصمیم داریم. در عمر ما تصمیم و برنامه ها را نگرفتیم. فقط دشمن چیستیم؟ دین هستیم، دشمن دین هستیم. زبان ما در مقابل کسی که یک کمی دین عملی میکنه در مقابل ازوست. آلی خوب بسیار بهانه را دنیای کفر بر ما جور کرده. آسان گپ است، تروریست است، افراطی است، این تیز است. آلی کلمات دیگه برآمد، داعش است، خوارج است. القاب است مانده رویستیم. از زبانت کدام کلمه میبرای و برای کی میبرای؟ چقدر معلومات علم سرش داری؟ راستی تا بگو. مردم عوام خو بیبی بگذار، برو در علمات زبان درازی شروع شد. الله میگه که از الله که میترسه او علماست. کسی که به الله علم داره، به صفاتش علم داره، ترس الله در قلب از او خیلی زیاد است از تو کده، خیلی زیاد است. متاع دنیا چیست؟
پول دنیا چیست؟ دلار دنیا چیست؟ به الله قسم در یک کلمه الله اکبر گفتن کل دنیا نمیارزه، کل دنیا. و تو جناب جوان بخیز بعد از او عالم نسبت بکو که ای فلانی است، تاپا بزن، مفتی جور شده. تمیم ابن اوس داری رضی الله عنه میفرماید پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود الدین النصیحه، دین مکمل نامی خیرخواهی است. دین چیست؟ خیرخواهی. الله اکبر. در نیت، اراده، تصمیم، عمل، در فکرت، اندیشت خیرخواهی باشه. از کی؟ خیرخواهی الله، خیرخواهی رسول الله، خیرخواهی کتاب الله، خیرخواهی امامای مسلمانا، خیرخواهی عام مسلمانا. خودی پیغمبر علیه السلام میگه، صحابه میگه الدین النصیحه. در یک روایت میگه قالها ثلاثه. این کلمه را پیغمبر علیه السلام 3 مرتبه تکرار کرد، الدین النصیحه، الدین النصیحه، الدین النصیحه. یعنی دین عبارت از نصیحت است، کل دین نصیحت است. خلاص تکرار پیغمبر علیه السلام به این خاطر میکنه که صحابه کرام سوال بکنه که پیغمبر الله برای کی نصیحت است؟ خیرخواهی کی را بکنیم؟ قلنا لمن یا رسول الله. برای کی خیرخواهی؟ ای پیغمبر الله. الله اکبر. پیغمبر علیه السلام میگه لله، خیرخواهی الله. الله به خیرخواهی ضرورت داره؟ الله به دینش، خیرخواهی دین الله. خیرخواهی دین الله به چی میشه؟ که ما دین برتری بدیم، به دین تسلیم شویم، امری پدر یک طرف بگذاریم، مادر یک طرف بگذاریم، رسم رواج قوم یک طرف بگذاریم، تنظیم و قومگرایی را یک طرف بگذاریم. فقط و فقط برتری برای دین باشه، تسلیمی برای دین باشه، ارج برای دین باشه، حاکمیت برای دین باشه، دین الله را ترجیح بدیم، محبت دین الله پیش ما قدر و قیمتی داشته باشه. داریم خیرخواهی؟ بعد از اون میگه ولی کتابی. الله اکبر. خیرخواهی با کتاب الله. خیرخواهی قرآن چی میشه؟ خیرخواهی قرآن به این میشه که آیت الکرسی شد در سر شال مرده نوشته کنیم، یا در بیرقی که شراب هم خورده باز در سرش ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات. قتیکی کشته شو تو کلمه شهیده برش استعمال کرده. خیرخواهی قرآن هم است که سوره اخلاص در لوحه سنگ قبر نوشته کو. خیرخواهی قرآن در است که فقط دفترگیری موتر بگذار صبحکی فقط دروازه رو باز بکنیم. همین خیرخواهی است. خیرخواهیش در است که یاسینش در پیش مرده بخوان. خیرخواهی در است که تو جمعه بگی. خیرخواهی کتاب الله در است که طفل ما آگاه باشه که کتاب الله، کلام الله چی منزلت داره، چی حق داره. کتاب الله کدام کتاب است؟ این کتاب مرداست یا کتاب زنده؟ مردم میشینه برای خود قانون جور میکنه، دنیا میزنه، دانشمندای خود جمع میکنه، قانون میسازه. باز هم وقتی که قانون خود تکمیل میکنه باز میبینی که نقصان وجود داره. الله سبحانه و تعالی برای تو قانون زندگی جور کرده. مسلمان امروز تو دنبال روی دموکراسی لعنتیستی. امروز تو غلامی غرب کرده رو که قانون از اونجا بگیری. کدام خیرخواهی کتاب الله را کردیم ما؟ تو را به الله قسم جای شرم نیست که برای ختم مردیت مردم بیارده خانت که قرآن بخوانه. تو مسلمان نیستی، با کتاب الله علاقه و تعلقه نداری. نماز ما بخوانم ثواب از تو شود، قرآن ما بخوانم ثواب از تو شود. عجیب تجارت ملاهای نام الله ایران ملاها روا کرده برای خود. دو پیازی خدا زده رویست در کسی مردی تو خو نیست که در جنت میره دوزخ. میگه من شکمم پر میشه، از زیر چی کنم؟ یک جای سری سقاط بحث کردیم، آخر یک ملا چی میگه؟ او مولوی صاحب امی مردم همه را این چیز نمیده، بری خودت معلوم است، بزنی 8000 معاش برای ما تعیین میکنه. 8000 معاش چی میشه؟ راستانه بگو. معلم 8000 معاش داره، خود نصف روز است، 4 ساعت است. ملا را شب و روز 5 وقت موظف در اینجا میمونه، تفلکای خودم سرش آرام میکنه. ما خود دیگه چیز نداریم، مجبور هستیم که از همین سقاط خود بگیریم. ما گفتم یعنی گپیت راست است، واقعا حقیقت گفتی که ایره ما به این خاطر نمیکنیم که دلسوز سری مرده هستیم که مرده در جنت بره. ایره به این خاطر میکنیم که ما چیزی نداریم، پیسه کارتی موبایلی ما برایه و بلاسه بگاه یک شارک مالته گرفته بتونم در اولاد خود. اینطور بگو
خیرخواهی کتاب الله را کردیم. با کتاب الله چقدر تعلق داریم. چند نفر امروز سوره کهف خواندیم. همونطور خواندن نه، متوجه معنای شدیم. در سوره کهف کدام چیزا ذکر شده، چی مطالب ذکر شده، چی را برای ما پیش میکنه، کدام مسائل پیش میکنه. خیرخواهی کتاب الله را داریم. خیرخواهی رسول الله را، الله اکبر، حدیث های پیغمبر، سنت های پیغمبر علیه السلام در کجاست؟ معلومات داریم. خودی ما معلومات از سنت نداریم. یک آدم در مسجد داخل میشه نمیفهمه که رسول الله کدام کلمات گفته، کدام پای خود داخل کرده، حق مسجد سر ما چی است نمیدانه. او از کجا خیرخواهی سنت پیغمبر علیه السلام بکنه که ندانسته باشه؟ از کجا بدانه؟ ده عمر برش گفته نشده. عوام چی میکنیم؟ ملای ما تقریر بدعی را میکنه. در مساجد دیگه قبل از این خطبه ملا صاحب میآید در سر منبر استاد میشه، یک تقریر فارسی میکنه، پشتو میکنه، او علایده است. باز بعد از او 4 رکعت سنت به نام جمعه میخوانه، بعد از او باز در خطبه میبره. در اونمو تقریر هم اگر میکنه کسی داخل شوه 2 رکعت نماز بخونه، سیکو که از اینجا بمبارد سرش شروع کرد، اینجا تقریر میشه تو نماز میخونه. بیچاره حتی حدیث پیغمبر معلومات نداره. اینی عالم است، اینی را مردم عالم میگه، در جمعه است خطبه میده، معلومات نداره که تحیت المسجد چی را میگه، معلومات نداره که پیغمبر علیه السلام طوری تقریر علایده میکرد، خطبه علایده میکرد. خطبه خود تقریر است. ما تقریر نمیکنیم در هر جمعه. از کجا پیدا شد یک تقریر علایده؟ پیدا کردن میتونن؟ 1 سال برشان وقت میدیم، پیدا کردن میتونن؟ از جان خود بدعت جور کو، با زور خطبه عنوان کو، باز بعد از اون مردم از نماز خواندن هم منع بکو. این دین جور کرده. خو کسی که سنت یاد نداشته باشه خیرخواهی سنت از کجا میشه؟ این تفصیلا کار داره هر کدامش. من از خاطر مختصر همونطور گفتم. ولی ائمه المسلمین بعد از اون نصیحت برای امامای مسلمان است. امام مسلمان ها 2 طایفه است، یکی مبینین حق شریعت، یکی نافذین شریعت است. مبینین شریعت علما است، نافذین شریعت امرا است، حکما است. این را به نام ائمه المسلمین یاد میکنه. دیگه شما میگذارم علما ائمه المسلمین است و رسول الله میگه که خیرخواهی امامای مسلمان ها را باید داشته باشیم. خیرخواهی علما در چی است؟ اول یک سخن به یک عالم نسبت شد، فلانی مولوی سی بینی گپ گفته. اول حق امی عالم سری تو چی است؟ 2م 3م 4م 5م. اول با علما محبت داشته باش. کسی را که تو دوست نداری هیچگاه اقتدا پشتش نمیکنی. شما از کجا آمده؟ چقدر راهی دور زده؟ به خاطر ازی که من گپ بشنوم باز عمل بکنم. وقتی توی عمل میکنی که مرا قطعا محبت داشته باشی، اگر از من نفرت داشته باشی ولو که آیت قرآنم بخوانم، یقین بک اگر کسی عمل بکنه میکنه؟ نمیکنه. عملا ما دیده. اول شرطش است. 2م حق عالم سری تو است که در کارای نشر دینش مساعدت و معاونت بکو، و که دین تشریح میکنه و که دین بیان میکنه، تو باید معاون باش. در پاکستان چوٹ لاهور برش میگه، در قریه چون دیره بودیم اموجا درس تفسیر میکردیم، تانه‌دار در پالی مسجد ما، تانه پاکستان است، پلیس است. تانه‌دار آمد فقط امیق اعتراض کرد که شما وقت چه رقم چی میکنی؟ من امی قدر برش گفتم که تانه‌دار صاحب او مردم بسیار نیک مردم است. من گفتم وظیفه تو دو تانه است، این وظیفه ماست، این مسجد مربوطی ماست، وقت تعلق به ما داره، تا میکنیم بالا میکنیم. گفت نه خو یک دفعه یک رقم کردی دیگر رقم. من امی نقشه را اینمی قسم بود امی کش کردم و ورق نقشه را دمی رویش انداختم. گفتم بی من قهر شدم، واقعا به جای قهر شدم، تقریبا ملامت بودم. این مردکه کمی سعی کرد طرفای اسکرای خود
باور بکو یک جوان همینجا خیست گفت تاندار صاحب به الله قسم که شور بخوری اگر نو کالتوس از بدنت نکشم اگر بانم تا. این عالم ماست، مربوطی مسجد ماست. تاندار دیگه برو پالش میده شد، خیر برآمد، در صدد ای جوان شد. امی جوانی که طرفداری مرا کرده. یک مولوی صاحب که پیش ترجمه میکردیم او خبر شد، به تاندار اول روان کرد. گفت تاندار صاحب فکر تا بگیری یا افغانی است، یکی دوم یا عالم است. به مجردی که عکس العمل ادنا را تو نشان بدی به الله قسم که تانیت چور نکن اگر بانه. این را یاد داشته باش. دیگر تاندار آمد پس بر ما عذرخواهی کرد که ما سهو کرده بودم، بخشش بکو بر ما. من یک نفر هستم، یک بچه خورد مرا از منبر تا کده میتونه. گپای ما تا تاجیکستان کی میرسانه؟ گپای ما را تا امریکا را کی میرسانه؟ دعوت حق چه قسم نشرت پیدا میکنه؟ این توسط مسلمانای مخلصی که اینمی قسم معاونت میکنه علما را. اینطور علما ما داریم بیشتره خودش شیخ ابن باز رحمه الله کور است، ولی برو علی فتواها و کتابایش بیبی در چند رسیده، چقدر مسائل دین تشریح شده. چرا؟ شاگردا داشت، ثبت کرد درسایش، پیاده کرد، نوشته کرد، کتاب جور کرد، به مخلوق جهان میرسه، فایده میگیره از پیش. دوم حق علم سری توی است که در نشر حق، در بیان حق تو باید معاونت بکنی. عالمی ما در مسجد گپ میزنه، حکومت میبرشه، دیگه چی میگه؟ بان خوب شد گم که قدر دور و دراز نماز میخواند بیخی آدم مانده میشید، این برای یک مولای دیگه پیدا شد گم که. دیگه چی میگه؟ در ختم نمیرفت. دیگه چی میگه؟ نوروز حرام میگفت. دیگه چی میگه؟ میلاد بدعت میگفت. خوب شد. اینی حالتی ماست. شما را نمیگم الحمدلله ما از این مسجد خود اتور نیستیم. 2 مرتبه ما برده شدیم الحمدلله. اول رحم الله و مهربانی چی بود؟ الله سبحانه و تعالی. دوم زور امی ملت بود، امی معاونت بود. این سر ما حق است از علما. چرا؟ عالم برای کی میگه؟ گپ حق کی میزنه برای شخصی خودش؟ دلار برش داده میشه؟ گپ حق گفتن سببی بگویه هلاکت نفس خودش میشه از طرف دشمن. آدم محافظه کاری را خیلی زیاد یاد داره که نورمال روزی تطیر کو، لیکن باز حق غایب میشه، حق پنهان میشه. لیکن این اظهار حق توسط تو مسلمان میشه که تو در پشت سر عالم استاد شوی. 2. سوم دفاع از عالم. زمانی که در مورد عالم گپ گفته میشه، برای تو معلوم است که یعنی عالم واقعا گپی که به اون نسبت میشه دیش وجود ندارد، دروغ است، بالکل دفاع میکنی. این سری تو لازم است، ضرور است. چرا؟ به خاطر ازی که اگر تهمت ناحق، گپی ناقص به یک عالم نسبت شود، مردم نفرت میکنه، گپیش قبول نداره. امی منع کردن از راه الله سبحانه و تعالی است. مردم از راه الله سبحانه و تعالی منع کردن امی است. 3. 4 حق. زمانی که یک گپ برای یک عالم نسبت شد که اینی عالم اینی گپ گفته، آلی تو حق داری که قطع عالم گفتگو بکنی. خب بعد از چند مرحله، اول مرحله تثبیت بکن که گپ گفته یا نه. اول ثابت شود که گپ از او هست، این فتوا از او هست، اینی عمل در وجود داره یا نه. بعد از اینکه برای تو واضح شد که بله اینی عالم امی گپ گفته و امی گپ علم از اوست، بعد از او تأمل بکن، معلومات خیلی دقیق و عمیق بکن که امی گپش یا امی عملش قابل انتقاد است یا نه. بس اوقات در نظر ظاهری ما یک عمل یک عالم قابل انتقاد است، اما در حقیقت او بری خود دلیل داره. بعد ما آلی تحقیق بکنم، برم پیش امی عالم که اینی گپ از تو شنیدیم، وجهش چی رقم است؟ اگر اینطور وجه را گفت که تو هم قناعت داد، بس دیگه آلی در هر مجلس از او دفاع بکو. امی گپ اگر مردم سر بالا میکنه که اینطور گپ است، تو میگی که نه گپی طور نیست،
مقت خودش گپ زدیم اینی رقم است. اگر نیکی واقعا گپش قابل انتقاد است، محل انتقاد است، آلی چی باید بکنی؟ آلی بروی پیش عالم، موقعش طلب بکن که در کجا ما این گپ برش بزنم، در ملای عام پیش مردم، یعنی برم در خانهش، برم در دفترش، قطش ارتباط قایم بکنم، برش بگویم که اینی گپ تو گفته ای چی معنا و مقصد داره، در ظاهر خوینی طور مطلبی خراب است. اگر مطلب خراب بود بعد از او برش میگی که مولوی سه بینی گپ اینطور است، دلیل اینی رقم میگه، اینی را میگه، این حق علم است سری تو که تو باید به اینمی قسم تو نصیحت بکنی. افسوس است امروز ما خودی ما چقدر معلومات از دین خود داریم، بزرگایی که سالا عرق دست خدمت حدیث کرده، عرق ریختانده، عمر خدا دو وقف کرده، سری از ما انتقاد میکنیم. رساله کار دیدم، بسیار رساله ها در اینجا نوشته شده، انتقادات سری شیخ کی البانی. رساله را کسی نوشته کرده که به الله قسم آلی در یک جمله ترکیبی ما او را بشانم که همین جمله را ترکیب بکو، به الله قسم اگر ترکیبان بدان. خب برای فریب مردم، برای بازداشتن از راه الله، برای ازی که مردم پشت علمای حق نروه، دسیسه های دشمن کار کرده رایسته. کتابا مفت توزیع میشه دبل، به نام نشر میشه، به نام تفلکا نشر میشه، به نام تفلکا. ای عالمی محترم، تو اگر این کتابی تا حق میگی، گفتاری تا حق میگی، نرواری نامی خدا در صفحهش بزن، آدرس بده. ای بی غیرت، غیرتت کجا رفته؟ تو کتاب بساله را یک نفرم نه 10 نفر نوشته کرده، جمع شده جیره خوری مردم، پیسه از کجا برات آمده؟ و امروز نسبت کتاب به دو دانه طفل میکنی، نام طفل، و طفل بیچاره تالی را دست راست و چپی خود نوشته، نامای مؤلف تالیف کننده کتاب. امی دروغی بزرگ نیست؟ این گناه دروغ گناه کبیره نیست؟ تهمت نیست جان طفلکای معصوم؟ و عالم و تو هم عالم هستی، اگر گپایت حق است مرد واری نوشته کو که اینی گپ از ماست. ببینیم در کجاست، چی میکنن. این نصیحت است برای علما؟ خیرخواهی علما به می رقم میشه؟ نه، خیرخواهی علما به این رقم میشه که ما برش برویم. خطا شده چوب بشینیم ایج نگویم؟ نه، در خطا کسی چوب نمیشینه. با بزرگ آدم میره قطش مناقشه میکنه، خدا قناعت تفرهم بکو، اما در مجلس ادب، در مجلس وقار. عالمی طور نیست. ابن عباس رضی الله عنهما، رئیس المفسرین، ترجمان قرآن کریم، رسول الله برش دعا کرده، بچه کاکای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. لیکن قطی مردم دیگه میره و چادر اوار میکنه، دروازه را تق تق نمیکنه که ابن مسعود رضی الله عنه برآید، چادر اوار میکنه، منتظر است که کی خودش میبره که باز قطش ملاقات بکنیم. ادب یاد بگه. یک جوانی که تا دین روز کلمه ترن خواندن نمیتونستی، کلمه تا یاد گرفتی، از همین عالم عقیده را یاد گرفتی، ولی امروز بگوی شمشیر ارتداد و شمشیر کفر تو علیه همین عالم خورده رویست. عالم ده کجاست؟ تو از اینجا فتوا داده رویستی. ای بدبخت، الله از تو سوال نمیکنه که شیخ البانی را کافر گفتی یا نه، شیخ ابن باز را کافر گفتی یا نه. ما حول خودی طبیبی، خود بیبی، پدری طبیبی، مادری طبیبی، برادری طبیبی، حقی جانی تا ادا کرده ای. تو را به الله قسم حقی جانی تا ادا کرده ای، حقی زنی تا ادا کرده ای، حقی اولادی تا ادا کرده ای. تو یک قدر مراحل طی کردی، رفتی زبان سریکی دراز شد. خب بله، قبلا براتون گفته بودم که هر کس در صدد نعوذ بالله بدگفتن علما شو آخری عمر قلبی از او میمیره. ایره یادتان باشه، به ایمان از دنیا نمیره. احتیاط، عمیق علم بکو، خوب مطالعه قوی بکو، دعوت بدی، دین بیان کو. دین به این بیان نمیشه که فلانی عالم مرتد، فلانی عالم کافر، فلانی عالم.
دین به این بیان میشه تو تمثیل کو دین خیر است، او خطا کرده، او غلط گفته، او فتوای نادرست داده، تو برو علم حاصل کو باز فتوای درست بدی. تو برو به عمل خود یقینا سنت رسول الله را تمثیل کو که مردم تو را ببینه، تو الگو قرار داده شوی. نکو به الله قسم این را یاد داشته باشی، کدام افرادی که کارا را کرده که توبه نکنه آخر عمر دمو حالت میمیره باز، که قلبش پژمرده باشه، نشاط دین در وجود نداشته باشه. الله سبحانه و تعالی ما را نگاه بکنه. واقعیت ما در دو سه جمعه که در مورد علما گپ زدم، در صفحات اجتماعی این مسائل دیده بودم. داشنام به ائمه دین، به بزرگای دین، این به سلف، این به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، این به شاگردایش، این به امامای دیگه، این به علما. معصوم خو نیستن، خطا شده باشه، لیکن و قصدا نعوذ بالله خلاف دین نکرده، در درجه اجتهاد رسیده بودن، خطا شده بودن، الله یک اجر برش داده. به ما تو مناسب نیست داشنام بزنیم، لغزشا را پیش کرده برویم بیایه نکنیم. عمل خود نعوذ بالله ضربه برای یک منهج نسازیم که باز جرمی از این خیلی زیاد بزرگ است، بسیار زیاد بزرگ میشه این جرم. الله سبحانه و تعالی ما را ادب نصیب بکنه، اخلاق نصیب بکنه، فهم دین الله برای ما نصیب بکنه که ما بدانیم که دین چی است. ان شاء الله این سخنا علیه کدام طایفه و گروه ما نیست. ما عمل زشت ولو که از خودی ما باشه امور بیان میکنیم. منظوری ما این نیست که فلانی خان. قرآن کریم همیشه در چوکات اوصاف بیان میکنه. ان الذين كفروا، کسانی که کافر شده، نمیگه این ابو جهل و ربیعه و چیسته ابو هشام و ابو لهب و این گپا نمیگه، میگه ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم، که در هر زمان باشه. اسلوبی قرآن، دستوری قرآن، قانونی قرآن همی است. نکنیم، زبان درازی ها نکنیم، منهج بدنام میشه، بیادبی و گستاخی در حق علما میشه، نتیجه خیلی خطرناک داره. بسیار الحمدلله دنبال علم بگردیم، اصالت علمی برای خود کمایی کنیم. ان شاء الله اگر خودت گریان نکردی سری عمل کردی، خودت این میجه نشانه باشه وقتی که علم حاصل کردی. الله فهم دین و علمی سیر نصیب ما بگردانه. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.